نه تو سن. امروز یه چالشی با هم گرفت میخوایم بگیریم که خالی عزیزم که قبلا باش ویدیو گرفتم قراره از من سوال بپرسه، سوال دو گزینه‌ای و من هر گزینه جواب بدم و ازای اون گزینه این دو تا خوراکی رو اینجا داریم. یکی که سیبه که خرابه و اون یکی که دستم بهش نمیشه سس تنده که ما یه قطره یک انقدر ازش بخوریم میریم به آسمان ها از تندیش و من قراره اینجا پرپر بشم. یکی سس تنده، یکیش هم سیب خرابه. پس هر دو گزینه منفیه. بعد ما براتون روی این تخته قشنگ همه مراحل چالش رو نشون میدیم. فرانک هم اینجاست تا چالش رو اجرا کنیم. بریم برای شروع چالش. خب حالا با چشام ببندی، چشام ببند. آها چشتو بگو ببندم. پشت کن. البته همطوریش هم دیده نمیشه. نه عادلانه تره. شنواییم همینطوری که میشه رو سری ما نکش. آی یه درشونش کن. نه خوبه. اما آقام بابا چرا گفته کردی؟ خب میافتم؟ آره دیگه بابا میفته. چه من کور شدم هیچی نمیبینم. خب من اینجا رو بعد مدیریت کنم. یا خدا برای این چشم بستم که خب نبینم دیگه. یا خدا چیکار داری میکنی؟ دارم تعیین میکنم. اینو بگیرم پایین تر که فرانک دیده بشه. فقط باید اون رو آروم بذارید من نشنوم. این سیبا رو آروم بده. خودم حواسم نیست. خب میریم برای شروعش. سال اول برهنه بدوی تو خیابون تا یه بچه رو نجات بدی یا ولش کنی بمیره ولی خودت نجات پیدا کنی. گزینه یک یا تلفن یکی جواب بده. مامان من که نمیتونم باشم که پس بذار قطع شد. ای خاک بر سره. مشکل فنی. خب بپرس سال اولو. دوباره میپرسم برهنه بدوی تو خیابون تا یه بچه رو نجات بدی خب یا ولش کنی بمیره ولی خودت نجات پیدا بستگی کنی. داره چقدر برهنه باشه. گزینه یک میشه این که تو بچه رو نجات بدی. گزینه دو میشه این که خودت نجات پیدا کنی. چقدر برهنه؟ کاملا برهنه. تو خیابون؟ خب گزینه یک یا دو؟ من دو رو انتخاب میکنم. ببخشید از اون بچه. من آبروی خودم بازی نمی کنم. مثلا به منجه بذار یکی دیگه هم بمیره. منجه یا خدا نگاه نکن. اینقدر این روستجی کلفته اوقا هم نمیتونه از زیرش ببینه. خب سوال دو. وای بپرس. سجاد تخته رو بزنم کنار تا خودم که دیشم خیلی بده. فقط بابات صدا خوب وقتی خانواده اینجا نشسته. چون کنیم؟ هیچی هم نمیگم. ویدیو داره میگیره دیگه. اشکال نداره. آره
خب بریم سوال بعدی. یه عمر فقط با دست چپ غذا بخوری یا نتونی فیلم مورد علاقت رو ببینی؟ دست چپ یا نتونی فیلم مورد علاقت رو ببینی؟ چون میدونی دست راستی هم اینو پرسیدی؟ با دست چپ غذا بخورم یا همه کارم با دست چپ انجام بدم؟ غذا فقط. غذا که آسونه که من گزینه یک رو انتخاب میکنم. غذا خوردن که خیلی آسونه. وای سال بعدی. راند 3. خب بگو 100 میلیارد پول میگیری و فلج میشی یا هیچ کس تو خیابونا، تو دنیا، تو زندگی اسمتو نمیدونه و دوستت هم نداره؟ 100 میلیارد بگیرم و فلج بشم. خب این که جفتش بده که یکیشو باید انتخاب کنی. وای آقا من حاضرم فلج بشم ولی بشناسنم. یک مامان جون مهمه که تو بشناسی ببینی. اون سالم باشه به جهنم. بده که هیچ کسی رو نشناسه من بدم میاد. راند 4. خب سال 4. قطار داره به 5 نفر میخوره ولی میتونی با زدن اهرم به یه نفر بزنی. اهرمو میزنی یا نمیزنی؟ به اهرم فقط یه نفر میمیره؟ قطار داره به 5 نفر میخوره ولی میتونی اگه اهرمو بزنی فقط به یه نفر بزنی. حالا تو 5 نفر رو انتخاب میکنی یا به یک نفر؟ بالاخره باید یکیشون بمیره. 5 نفر یا یک نفر؟ خب یک نفر. به بستگی داره کی باشه ولی یه نفر. گزینه یه چند میشه؟ مثل اصلا این گزینش میشه بله و خیر. اشتباه گفتم. قطار داره. میزنم یا نه؟ آره اهرم کلا میزنی یا نمیزنی؟ میزنم. بله یعنی گزینه یک فکر کنم. آره. تا آخر عمرت باید پیتزا رو با آناناس بخوری یا پاستا رو بدون هیچ سوسی؟ پیتزا رو با آناناس یعنی ترکیب کنم بخورم. آره. پاستا بدون هیچ سوسی. گزینه 2. چه سوالی میپرسین؟ چه سوالاییه؟ پیتزا رو با آناناس بخورم. مثلا آناناس بذار بخورم بعد به پیتزاشون فکر میکنی. سال بعدی. تا الان همه چی برابر بوده. تا آخر عمرت گوشیت همیشه 10% باتری داشته باشه و هیچ شارژری هم نداشته باشی یا اینترنت همیشه روی 2G باشه؟ 2G باشه. 2G. اینترنت هم روی 2G باشه. چون من بازی بدون اینترنت استفاده میکنم دوستان. پس گزینه 2. گزینه 2. آخ خدا یه جوری گفتی گزینه 2 دارم دیوانه میشم. گزینه 2. خب سال بعدی. سوال چند میشه؟ 6 نه؟ سال 7. هدفون تو از دست بدی فوراور یا عینک آفتابی تو؟ هدفون ندارم. حالا هنسفری. هنسفری من خرابه. این عینک آفتابی اصلا برام مهم نیست. اصلا عینک آفتابی مؤسس بود. پس گزینه 2. نمیدونم چرا ولی حس خیلی ایزی بودن میکنم تو این چالش. فکرم قراره چیز خوب نصیبم بشه. چی؟ دمپایی رو تا آخر عمر میپوشی یا کراوات رو؟ اگه من پسرم دمپایی رو میپوشم. با اینکه بچه‌ها ما خیلی اصرار داریم خانواده‌مون که تو خونه دمپایی بپوشیم ولی من مثلا رعایت نمی‌کنم. ولی کراوات هم قشنگ میشه ولی نه. گزینه دمپایی بدون جوراب ها. تو خیابون. مهم نیست صندل هم اینجور تو دمپایی خیابون بپوشی. مشکل نداره. گزینه 1. چیز عجیبی نیست. الان تو واقعا دمپایی ترند خانم. خب سال 9 و بچه یه سال دیگه مونده که سال آخری باشه. کلا 10 تا سوال داریم. سال 9 زبان گربه‌ها رو کامل بفهمی ولی گربه‌ها کاملا بهت بی‌توجه باشن یا زبان سگ‌ها رو بفهمی ولی سگ‌ها گازت بگیرن؟ گزینه 1 یا 2؟ من حاضرم زبان سگ‌ها رو بفهمم. پس 2. دوباره میتونم زبون هاپومون رو بفهمم.
بالشت همیشه داغ باشه یا پتوت همیشه خیس؟ بالش هم همیشه داغ. گزینه 1. وای یک. وای. حالا جان بهم رحم کن. گزینه. سوال چند بودیم؟ سال 10. باز کنم شما؟ صبر کن. خدا. هدفت از این تست چیه؟ خب حالا همینطوری با چشم بسته من میدم اینی که درست کردی و بخوری. نباید ببینیش. نه در لباسم. نه نمیریزه، من دهنت میدم. خاله. خاله. وای استرس. بچه ها تو کامنت ها بنویسین که همشو بخور. ریخ رو لباس خودش. ریخ رو لباست؟ بچه ها تو کامنت ها بنویسین همشو بخوره یا یک کمشو. نه بچه ها رحم دارن. نمیخوام. خب دهنتو باز کن. وای. دهنتو باز کن. چه؟ دهنتو باز کن. باز کن. خاله بوش شده میاد اصلا یه بویی بدی داره. دهنتو باز کن. اوه تو زیاد الان میکنی دهنم. نه خودت بخور بیا. اینو بگی دسته. خاله. خودت بخور. وای. بخور خاله. بخور. دارم میسوزم. بخور دیگه یه گاز بخور همشو نخور. باز نمیخواد بکن جنی، برو خالی کن سریع. چی خاله این یه باز. چشم باز کن. وای. ای خاله چقدر بیرحمی. تو خونه انجام ندین. رو سریع تا نشون بده. نشون دادم. خورد خودم. حالا هدفت از سوختن من چی بود؟ بچه‌ها لایک کنین که دفعه بعد چالش بعدی من این بلا رو سرش بیارم. لایک ها رو بهتر کنین تا من این بلا رو سرش بیارم. انتقام در راه است. لایک و کامنت فراموش نشه و اگر ویدیوی ما رو دوست داشتین حتما کانال ما رو سابسکرایب کنین. خیلی ممنون از دیدنتون و اینکه تا ویدیوهای بعدی فعلا خدا نگهدار. بای. خیلی کثافتی. تو که نخوردی.